یه ویدیوی کاربردی در خدمت شما هستیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. امروز اومدیم با بازی ای فوتبال یه آموزش کاربردی میخوام بهتون یاد بدم که این آموزش بسیار میتونه توی بازی ها به کمک شما بیاد. بریم سراغ ویدیو. امروز اومدیم با یه آموزش دریبل زدن. امیدوارم به کارتون بیاد. بریم بهتون یاد بدم. صبر کنیم تا بیاد. خب اومد. این دریبل رو دریبل دابل تاچ، دریبل زیدانی رو میتونید با بازیکن‌های مثل لیونل مسی، نیمار جونیور و بازیکنایی که کلا قدرت دریبلینگ بالایی دارن میتونید این کار باشون انجام بدید. خب بریم سراغ ویدیو. شما اولین کاری که باید کنید، باید 2 تا کار رو با هم انجام بدید. بریم سراغ ویدیو. خب اول دش رو با جهت رو با هم میزنید. ببینید به این صورت. این دریبل اسمش دابل تاچ است. دریبل دابل تاچ. ای بابا. ببینید من جهت و شوکی که بازیکن داره به اون سمت میره رو میکشم به اون سمتی که بازیکن داره میره. مثلا الان مسی میخواد بره سمت راست، من به سمت راست میبرمش. خب ببینید اینجوری شوکو باید یک لحظه به سمت راست ببری، به همون جهتی که بازیکن داره حرکت میکنه به همون جهت ببریدش و یه بار روی ضربه بزنید، دستتون رو ول کنید. حالا یه بار روی دش و یه بار روی شوک. حالا من با این حرکت رو با نیمار هم چیز کنم. با نیمار رو فکر کنم تو ترکیب نداشتم. این با کاکا. ببینید کاکا هم همین حرکت رو میتونه انجام بده. ببینید یه بار روی دش میزنم همزمان و یه بار روی شوک و شوک رو به اون سمت میبرم که بازیکن هم داره حرکت میکنه به این شکل. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیوی کاربردی استفاده کنین و از این ویدیو خوشتون بیاد. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.